انا همین خیل ترتیب احترام kapur na. در گرمی سرد صورت گیرد برای انعکاسی پررأی کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش که امروز جریان همه رقابت‌ها را با پررأیی ثبت کردند و همه اهل ایجاد بار دیگر از نام کمیته تدارکات عرض سپاس می‌کنیم. مرحبا گرمی سرد تیمور رحیم محسن خب با دقت با احترام و صمیمیت دو جانبه همه جهت به سمت‌های اساسی اعتبار دید. عبدالله سید خواجوی Aka kıbışı. Neşe. Şef Hakkı. Ha Temur. در رقابت دو پهلوان کشورهایی که امروز مهمانند ویتالی از فدراسیون روسیه و زاهی جان از جمهوری ازبکستان شاه جایزه مکافات عالی автомашинаи сабукравии Opel تأسیس یافته است. 2000 سامانه دیگر بالای автомашин زم ویتالی و زاهی جان بعد 15 دقیقه به میدان میبرایند. O süresi. از نام عبدالمومن یتیموف در بالای تحفه محسن و پهلوان شهرتیار تاجیکستان تیمور $200 دیگر زم بردید. انا همین خیل ترتیب احترام تشکر دستی شما عزیزان میدان خاولینگ درد را نبیند. احسن با تیمور و با پهلوان همسایه کشور عزیزی ما محسن جان
از بس که رقابت‌هایشان جایزه خیلی حساسند، مردم هم طلب کردن که هر یک شو جایزه هنرنمایش مستقل و تنها در یک گلیم صورت گیرد. تشکر. تشکر. زیهی ابرمرد میدان جودوی تاجیک که امروز مردم از تو افتخار میکنم، در فهرست بهترین های ستاره جودوی سیاره نفر پنجم چون معرفی کردیم، تیمور رحیموف. با توجه همه مخلصان و هواداران ورزش میهن، یک بانوی محبوبی تاجیک گلسنبی شریفه و با دریافت راحتی بازی های المپی توکیو سرفراز گردید. در مسابقات جمهوری ازبکستان نتیجه شایسته را گلسنبی به دست آورد و اولین راحتی بانوان تاجیک با المپیاد توکیو. این موفقیت همه ما و شماست. یک کفکوبی دیگر به خاطر رشد ورزش کشور. خب برای رقابت فریاد مکافات بین فریاد شیخ و فردوس نسیموف، یک گو، یک گوسفند، یک تلویزور، یک قالین، 2000 سامانی دیگر. به هر دو بخت اقبال دستفشاری برادران برای ما مهم است. سلامت باشید پهلوان کلابشهر و نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان. خوش آمدید همه شما به سرزمین خاولین، با تنتنه این با شکوه گشتین ملی که این با ابتکار به واسطه پیش میره روی اکران کامتره دایره بو کپو بشنه. امروز هم بررسی برای در سطح بلند انجام دادن این چاره‌بینی ها وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همکاری باز هم با دیگر کمیته های مربوط به ساحه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولین این چاره‌بینی با شکوه را در مجموع با مردم شرفمند خاولین برای ما و شما تشکیل کردند که فضایش همتا ندارد. اگر در ورزشگاهی که شماره مخلصانش 20 یا 40,000 نفر را تشکیل کند، بدون مبالغه میدان سبزپوش خاولین 50,000 نفر تماشابین را فراگیر است. یک قرصک برای زحمت‌های شایسته‌ای همه همین دستاندر کاران ابر مردان خاولین که ما و شما را اینجا جمع آوردن. یک جهان سپاس. 2 نفر را جمع کردن کار عادی و سهل نیست. بیش از 50,000 نفر تماشابین رقابت‌های پهلوانان را در میدان خاولین در این جشن با شکوهی که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است تماشا کرده ایستادم. و جوانان هم آینده فردای ملتند. روز 23 می
این جشن جوانان هم تجلیل می‌گردد که این هم رفت به چاره‌بینی‌های ایدانه ورزشی و فرهنگی در روز 23 می محسوب می‌یابد. من با کمیته تدارکات به هر یک فرزندی خاولینگ از نام همه اشتراکچیان عرض سپاس و منتداری میکنم که واقعا هم تنتنه را امروز در خاولینگ به عید حقیقی گوشتین تبدیل دادن. جهان سپاس. یک قرصکی صمیمانه شما. خوش آمدید مهمانان محترم و عزیز تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه. رسول باقیوف قدمتان بالای دیده مردم شرفمند و مهمان نوازی خاولینگ. یک بار دیگر به افتخار رسول قرصک زنیم. خوش آمدید. قدر کرده دو تن پهلوان معروف روسیه را جایزه داران مسابقات قهرمانی اروپا و آسیا را به خاولینگ آوردنتان شهامت و افتخارمندی هر یک فرد است و این صمیمیت وطنداری شما را بار دیگر اثبات میکند. یک جهان سپاس به این چهره سرشناس و ابرمرد گشتین جودوی تاجیک. جهان سپاس به فدراسیون جودو، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری هم سپاس میگویم که امروز خلعت و لباس های ورزشی گشتین ملی را به اینجا تقدیم کردم و تبلیغ این نوعی ورزشی سنتی بهر فردای کاری روشنی ماست. داوران هم طول 5 ساعت میدانداری پهلوانان را خالصانه حکمی کردند. ابتدا از عبدالله سعید خواجه‌یوف و تا به باور خوجندیجوف که از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خاولینگ تشریف آوردند. جهان سپاس به همه شما و مخلصانی که امروز ما را قدر کردید. صمیمیت گوشتین را یک بار دیگر با حضورتان اثبات کردید. سپاسگزاریم. دست شما تیمور و محسن جان همسایه کشور ما درد را نبیند. احسن و تشکر به هنرنمای شما. یک قرصک دیگر به افتخار دو ستاره گوشتین کشورهای همسایه و دوست تاجیکستان و ازبکستان. نمیدونم با خدا قسم اگر نمیدونم کجا دیام زنگ میزنم محمد تلفنشون مردگه بغیر ای بچه هیچ بیارش بانگا بیارش یک سعید خواجه‌یوف یک دقیقه برای این نکاسی کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش در مراسم جایزه سپاری یک لحظه مساعدت کنیم. در گشتین ملی امروز هم در ناحیه خاولینگ با مکافات عالی پهلوان شهرتیار تاجیک یکی از چهره‌های سرشناسی رقم 5 سیاره بین استادان جودو تیمور رحیموف که افتخار
باشه رئیس محترم ناحیه خاورینگ. یک دل، یک تلویزور، یک قالین، باز هم بسته ظرف‌های ارزشی عالی، باز هم مکافات پولی، کلید автомашین سبک‌رو را در فضای تنتنوی رئیس حکومت ناحیه خاورینگ تقدیم میکنم و ما و شما از صدق دل جوان مردانه و تنتنه عید خاورینگ یک قرصک میزنیم. تشکر یک لحظه دیگر تیمور رحیموف از محبت و صداقت مردم خاورینگ و همه مخلصان شاد است. حالا سخن تبریکاتی را با این چهره سرشناس بدهیم. تشکر خود را با وزیر کارهای داخلی رحیمزاده رمضان میرسونم برای دعوت تصمیمشون. ما در پیش چمپیونات جهان و بازار المپیک و نقشه گرفته که تیاری خود را به آنجا دیده ایستادیم. تشکر زیاد به مردم خاورینگ برای مهمان نوازیشان، برای مخلصان تشکر میگیم و حرکت میکنیم در مسابقه های جهانی و بازی‌های المپیک. پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. تشکر زیاد، سلامت باشید. در سرگاه دریافت راحت به بازی‌های المپیان این ورزشکار محبوب ابتدای ماهی اون هم مسابقات قهرمانی جهان در شهر بوداپست برگزار می‌گردد. با ورزشکاران نامی و شهرتیار جدای کشور از جمله تیمور رحیموف بخت و کامیابی تمنا داریم.